карта келас? дара сахт бахт. اینقدر بر وقت دستگیر شدنت رو انتظار نبودی. از بیمارخانه حجت ها را دزدیده پرداختی. اما فایده ندارد. اما این جنایت در آخر حتما یک دلیل میگذارد. کلته کلاس در مقابلت کمیسر اونال است. دانسته باش در روبرویت یاردمچی کمیسر لویت است. کرموش تو برای چی در روز نیکو هم روبرویم برآمدی؟ دیگر روز نبود. از پشت دیگر سله تلفن ما جواب نمیده. آبرو ما رزوندی. میکروب بگو چیکارت کنم؟ رفتم لوینت. جواب میگوی خزنده. پرگوی احمق ابله. کمیسر ببینید در این کار انیق نافهمی شده است. استاد احمد سالهای زیاد است که با ما کار میکند و استادی با شرف و با آبرو است. انیق خطاگی شده است. بله احمد آدمی است مثل ملائکه. رفیق کمیسر جناب احمد جنایت کردنش موافق قانون اخلاقی غریم کن است. همین میجوان راست میگه. شما میدانید اینجا یگان خطاگی نیست. همه شما را فریب داده است. آخر غریم کن است جناب دیرکتور. با امیدی من نشی باشه. سردار کلته کلاس نمرده است. کمیسر اونالو رو دستگیر کرده به امنیت برده است. نمرده است؟ مرگی که برای همه خوفناک است. برای او یک چیزی مقرر شده است که این مردنش به کسی معلوم نیست. به امنیت آدم روان کنید. فهمید چی گپ است؟ تمام کرد. کجا میروی؟ رفته از بالای بابایم شکایت میکنم. با هیچ کجا نمیروی. اجازت نمیدیم که از روی بابایت شکایت کنی. چی ها میگوی مادر؟ پشتیبانی کی؟ قاتلی که دوست داشته دخترت را کشت؟ میلیس دوست داشته تو کلته کلاس هست؟ ها؟ این را چل کردی؟
اینро چخل کردی؟ آن شوهر سوخته زهرا رو چل دوست داشته خود میکنی ها؟ کافیست مادر، رهایم کن. ملیس برادر اینجا کنسانه او پوی تورا دو روخی؟ چرا سامان جدی؟ اوه استاد احمد چی خیلی شما؟ نزنسته؟ استاد احمد بیگناه بودن شما رو در حال فهمیده انشالله جواب میدین هر دویمون رو. خاموش، در بین همه دویده به گردنم سوار شده برادرم گفتی اینجا افتیدیم استاد احمد میگویی، مگر تو دیوانه ای؟ میدونم عصبی هستید استاد احمد، انشالله با آسانی نجات نیابید شما. راستی که من شما رو خیال یک برادرم کلتکیلس کردم. شوکت بگو. حاضر خسته لغت شپکک میکنم. خاموش. خدا شما رو نجات دهد. رحمتی کلام استاد. استاد احمد شما پروا نکنید، من یک ادوکات گرفتم، انشالله در کوتاه‌ترین مدت شما را از اینجا میبرم. با عنایت خدا انشالله. تکرارا خدا نجات دهد. این معلم شیری نبوده که است؟ مثل تو مشکلی درست کردن نمیگردد، کار بود میکنن. شین در جایه. آقای اکرم، کلتکیلا زنده است. کمیسر اونال او را دستگیر کرده با امنیت برده است. نه، غیر امکان است. او زنده نیست. ببینید محترم سردار، جناب احمد در حقیقت آدمی با قدر و قیمت است و من او را سالهاست که میشناسم. بله، بعضی گفته‌هایتان درست است، اما رفیق من به خاطر با کسی مانند است گفته او را محکم کردن این درست است. البته همین خیلی جناب ادوکات درست است. در حال طلب آزاد کردن موکلم را دارم. این خدا شخیر گپ است. شما چی هم میگویید؟ اصلا غیر امکان است. خاموش باش اونال. اما سردارم با اجازت شما. مرحمت جناب ادوکات. پدر جان، ملیس برای شکایت کردن به امنیت رفت، او را داشته نتوانستم. مام به کجای خواهد رود؟ شما نمیفهمید. شکایت کردن رفت. کلتکیلاس را کشتید، شکایت کنی رفت. کلتکیلاس زنده است. چی؟ کلتکیلاس نمرده است. این خودش چی دم؟ چکل نمرده است؟ نمرده است گفتید؟ چی گپ شد؟ استاد چرالی چی شد؟ استاد شما پروا نکنید، احمد رو یک دو ساعت پس رها میکنن انشاءالله. خدا بچه‌ها رو شکر. شما دیگر انتظار نشوید، به خانه هایتان روید. رحمت استاد. خیر بچه‌ها شما روید. روید زود باشید. راست کاش که رهایش کاری کردگی یک امنیتی کلان را ببین. شما احمد شمشک را جنایتکاری کلان گفته دستگیر کردید. من چیکار کردم؟ من چیکار کردم که مرا دستگیر کرده گرفته آوردید؟ بچه من ای بالاتون در سود بین المللی شکایت میکنم. من گوش شوکتی به عقل در جای کار ما بسر مرا چه خیلی گم زدی سیوازی میبرم در شما چون زدن نیکی که یگان کستا میشوست حیوان. فهمیدی لیونتا؟ این را در کدام کینو تماشا کردی؟ چی وای مداری؟ ها؟ شرم نمیداری با در گردن من ریمین میبندی؟ ها؟ من به ترسگم به طرف میخوا وای من نکن لینجا تا طرف من نلازم گوشا پیش بدرم. مشکل ایونت به حرمتی نکن. شوکت برای که بطلیون فیرود میکنم. استغفرالله. شوکت قریب علوی چشم بگیرم اونی که نتانیست. سردارم چیکار کردی سوده؟ شما کلتکیلاس رو چی خیلی آزاد کرده؟ سردارم شما رو گفتم که در بیمارخانه پیش از جراحی احمد شمشک با کلتکیلاس عوض کرده شده است. آدمی دست ما کلتکیلاس است. اونال این قدر مانند بودنش هم برای من قابل قبول نیست، اما کاری کرده نمیتوانیم. اگر دلیل انیق یابیم باز او رو دستگیر میکنیم. رفیق سردار، اگر کلتکیلاس رو آزاد کنیم
وای البته میگریزد. اونال گریزد دستگیر میکنیم. این کاری تو است. خوب سردارم. برای احمد شمشک بودن او را اثبات کردن از استخوان‌های احمد شمشک تشخیص DNK کردن لازم. با تشخیص‌های DNK کالتاکیلاس رزیل مقایسه کرده DNK های استخوان‌های او را گرفته و بیشرف را همه کارش را اثبات میکنم. از روی قیدها در اون قبر کالتاکیلاس خوب است. باید ما از برادرش اجازت گیریم. فهمیدی اونال؟ سردارم من از اون قبر تشخیص DNK میگیرم. از آدمی که اوزادش کرده ایم چند آنالیز میگیریم اونال؟ شما پروا نکنید سردارم. من حل میکنم. حتی روحش نمیفهمم. خدای من زیایم زنده بوده است عزیزم زنده بوده است. حالا برای آغوش گرفتن از زیاد جواب میدهی. جواب بفرمایید جناب پلیس. جناب پلیس نه، کمیسری کلان. این کار اینجا تمام نمیشود کالتاکیلاس. فردا باز تو را دستگیر میکنم. همه را فریب داده میتوانی اما مرا نمیتوانی. بینید کمیسر کلان، از راستی شما چی ها میگویید من نمیفهمم. یعنی از آنی که یک استاد را به اینجا آورید همان کالتاکیلاس است که از دستگیرش کنید نمیشود جناب. یزنا بابایم در ساحل احمد رو پراند. میلیس تو چی ها میگویی؟ احمد کی است؟ بابایم احمد رو کشت. تمام میلیس آرام باش. از اول نقل کن. احمد کیست؟ احمد درست است؟ کالتاکیلاس زنده است؟ نه کجونم کی کانون از کجا میگه پورو میبرورن؟ احمد شمشک گفتنی آدم است. با کالتاکیلاس برادرم بسیار مانند است. برای همین همه مانند کالتاکیلاس گفته سقراط هم از پسی همو است. اونم خیال کالتاکیلاس کرده برده محکمش کرد. در مکتبی که من کار میکنم در همونجا معلمه چورختی که اینم خیلی کار که تورات خونم ان شاء الله رفته است کارش. یا خدای من این چه خیلی مانم باشد که همه کالتاکیلاس گفته از پسش شده. کنی ما هم یک رفته بینیم او را. اکا کانون در کار نیست. وای آدم با کالتاکیلاس یگان علاقه ندارد. یک نالوزده سرخی پچکه داره. ای با تو چی؟ از تو میپرسم مگر دمد را گیر. حیوان بیشار مثل که از او باید پرسم کی را بینید کی را نبینید. یزنا؟ زهرا؟ یزنا زیاد در حقیقت زنده است؟ زنده است زهرا. او زنده است. 7 جان دارد. ولی مثل گفته میلیس با تیر خورده ها مانند نبود. میلیس گفتید؟ میلیس چه علاقه دارد؟ زهرا دوست داشتت رو به میلیس بخشیده. پیشتر اینجا بودن. مثل عاشقان شهدا یکدیگر را در آغوش گرفته از اینجا رفتن. همین خیلی. سلام میلیس. احمد لازم نیست. احمد
فکر کردم تو مردی در ساحل. چه خیلی نجات یافتی. این معجزه است. جوشن داشتم. وقتی که به امنیت رفته بودم از آنجا گرفته پوشیده. برادر چیکار میکنی؟ این دختر کیست؟ معلوم است که زهرا نیست. کنیم بینم که این دختر این طرف اون طرف میگذاره. بچه میلیسه ای؟ کالتاکیل است. تو چیکار کرده ای سوده؟ چی گفت است اینجا؟ این رو چخل کردی میلیس؟ همش را به خاطر انتقام گرفتن از زهرا کردی برای آن که خواهرم به طول نفهمد. مرا پنهان کردی. این چخل دیل است. این چخل وجدان است. تو همه چیز رو به یاد داری؟ همش را به یاد دارم میلیس. همش. احمد حافظت که برگشت با مناسبتمون ضرر نمیرساند. میلیس کدام مناسبت رو میگویی؟ این چه خیلی میشود؟ احمد تو چی ها میگویی؟ چه خیلی یعنی؟ حسیاتت گم شد؟ احمد دوریست نرس. احمد بله در اول من برای انتقام گرفتن از زهرا این کارو کردم. من تو رو دوست داشتم. یعنی از زهرا انتقامم رو نگرفته به تو عاشق شدم. میلیس به تو باور نمیکنم. احمد حقیقت رو میگویم. عشقی که به تو دارم از انتقام زهرا بزرگتر است. بین میلیس تو را باور کنم یا نکنم چیزی تغییر نمییابد. این خیل نمیشود. احمد آقای اکرم کالت کلاس رو آزاد کردم. چی؟ تو چی ها میگویم؟ بسینش 3 تیر زدم. مثلی که چیزی نشده است باز پیدا شده. تو باشی میگویی که از امنیت آزادش کردن؟ از این یگان چیز فهمیدی؟ به من بگو. من هم نفهمیدم آقای اکرم. حالا تحقیقات داریم از پسیبه. تمام رفت انیق کن. دیوانه میشمم. زهرا تو را بسیار یاد کردم. میلیست را آغوش گیر. زهرا
با من این خیلی نگاه نکن. چی نگاه میکنی؟ نگاه نکن. برای از من انتقام گرفتنت این کارو کردی. کدام انتقام زهرا؟ تو چی ها میگویی؟ رفته با نفره که به من تماما بیزنس میلیس را خوش کردی. برای خونه دار شدنم از من انتقام گرفته. تو حیف با تو زیا. زهرا این خیل نکن. بین همش را میفهمانم عشقم. لطفا. من عشق تو نیستم، فهمیدی؟ با من هیچ چیز را نفهمو. باز شرم نداشته روی برویم میبروی. رو از اینجا رو. زهرا نرو، التماس مرا گوش کن. زهرا همش را میفهمانم، التماس گوش کن. زهرا اوف، همش از پشتی حافظم شد. این رو چه خیلی با زهرا میفهمانم. اوف. زهرا اگر روم مرا بابای دیوانش میپراند. این حالت را با تو چه خیلی میفهمانم نمیدانم. خواهیش میکنم کمی مرا گوش کنه. سردار، کلتاکلاس را آزاد کردند. چه خیلی آزاد کردند؟ چه خیلی شده است نمیدانم، لیکن کلتاکلاس آزاد است. آخران کاری کلتاکلاس است که مرا حیران میکند. از این زیادش را اجازت نمیدیم. زود مکانش را پیدا کنید و امری مرا انتظار باشید. تمام سردار. اوه کلتاکلاس، این بار از دستم رها نخواهی یافت. تو را حبس میکنم. تو چی کار میکنی؟ درخش دعا کردم سردارم، ثوابای. سردارم اگر احمد شمشیر کلتاکلاس باشد چرا به امنیت رفته شکایت میکنه؟ یک فکر کن چرا حیاتش رفته در خطر میگذاره؟ نمیدانم لبند. کلتاکلاس است، انیق نقشه دارد. اون روزی که کلتاکلاس به امنیت رفته شکایت کرده بود کو یکی از جوشن برونژلت گوش داده بود سردارم. تو جوشن ها رو میشموری؟ من هر روز حساب میکنم رفت سردار. اوی بیشرف، برای همین نمرد. از دستم رهایی نداری، تو رو دستگیر خواهم کرد. لوند، تو این تشخیص ها رو گرفته به تشخیص گاه بر. از نزدش هیچ دور نشو. فهما؟ گب نیست سردار. من نزد جناب اکرم رفته بیاناتش رو گرفته میایم. فهما؟ فهما سردار. نمیترسی آخر؟ تقام دیوانه شاید مرده. مایلش. برادر دوام دید. این مورد الرژی دارم، کم ترک دور ترک بیستم. بخشش برادر با فکر نکی که من میترسم. الرژی دارم. دانسته باشید که از دستی وی درو ایما بسیاری جوانان خانه ویران شدند. ایسته ببین شرف، چیزی که من میبینم شما هم میبینید. قسم میخورم این رحمت دوملو کلتاکلاس است. زنده شده است. وای رفیقان، خیلی که به شما گفته بودم این کس استاد دین و اخلاق احمد شمشک. انا بینید. واقعی کنان گفتی که او کمتر مانند است. همین است مگر مانندیش ها؟ اما چه کلتاکلاس ریش داشت این نداره؟ باورم نمی آیده؟ می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. اوه برادر آشخانه، چی تو هم در این محله زندگی میکنی چی؟ انا بینین آواز هم آواز کلتاکلاس نیست. همین مردم هم میفهمونم مرا نفهمیدستن. زامبی دف شو، تو دوملای ساخته هستی. تو زامبی هستی به قبرستان رفته. در قبرت خواب کن. این چی گرم گورزه خواب کن خودم زامبی هستی. نمیگی بای خودی کلتاکلاس هست ها؟ وقتا کسی میگه اگر کلتاکلاس نیست در زندگی خطاگی بزرگ میکنه. از کجا مونن؟ گورزه
خورست بگویم یک لحظه برادر آروم باشید عصبی نکنید ملایمم شما التماس آروم شوید همش گذشت التماس که نزدیک زامبی است زامبی است باید بیخ داملای ساخته است طبیعی بخدال شتکشت بکن خیسته نمیتون بخشش زیاد میبخشید از شما از چی پرسم شما داملوزیو نیستی؟ کی؟ داملوزیو نه این جوان هم دای ما را به داملوزیو مانند استادم است من هیچ چیز رو نمیفهمم من کیم داملوزیو من نیستم من به حال خودم سرگردان استاد هستم نامم احمد شمشک ای بنام خدا بیا شوخی نکرد کلتکل است یا خی لطفاً از شما خواهش میکنم این مسئله رو دیگر گپ نزنید عصبی میشوم امروز از پشت همین کلتکلاس چیزهایی بود که ندیده باشم از پشت همین کلتکلاس در نزد شاگردانم قریب بود که حبس شوم التماس خیلی نگوید من کلتکلاس پلتکلاس نیستم روز بخیر شادم خیلی شادم حضور میپرسیم کلاس استاد احمد جان یک لحظه تو هم داملان نیستی زامبی هم نیستی استاد هستی همین خیلی این چه گپ است در یک مسجدی کلان امام هستید زامبی پام بگفته به شما میزید مگر این سبب مستجاب نگشتن دعاهای من یعنی به زامبی مانند بودن تو بوده است شاید چنین باشد به این هم با این قد و قامت دعا قبول نمیشه استاد یک سوال سرم رو گران کرد استاد امین خوراک یکم رو در خوراک دوم و خوراک دوم رو در خوراک یکم بخوری آیا جایز است یا نه استاد پسرم چه سوال است تو همین سوال ها میپرسی آدمی عجیب هستی استاد مثلا اول آش خوریم بعد شوربا جایز است ای پسرم هر لقمه که میخوری بگو بسم الله دیگر همش تغریه خیر روز بخیر خدا از شما راضی باشد استاد مثل اوکی گوگل استه من باور نکردم ولی همین کلتکلاس این مورا مسخره کرده دوام دهید من این خیلی حالت ها رو همیشه همه گفتیم کلاس نیست شما هم صحبه هر گپ گفتید جناب اکرم میلیس میگوید که کلتکلاس رو پروندید این درست است؟ درست است کلتکلاس رو پروندم به دلش 3 تیر پروندم در پیش چشمانم به بحر رفتید اگر باز روبرو آید همین کار را میکنم میپرانم دست زیبایتون رو دهید بوسم چی گپ است؟ کلتکلاس زنده است؟ جناب اکرم در اصل من باید شما رو دستگیر کنم میدونید همین خیلی نه اما اعتراف کردید که کلتکلاس رو پرونده اید در حجت‌های رسمی مرده نشان داده شده است و حتی در بدنش علامت‌های زخمی تیر نداشته است و چون زنده مانده است و آمده از بالای شما شکایت نکرده است در حقتون یگان خیر کار کرده نمیتوانم جناب اکرم لطفاً از بلا دور باشید مسئله کلتکلاس رو من حل میکنم آقا زورو همه چیز رو میدوند بعضی مشکلی ها هست از پشت حافظه مثلا چه مشکلی؟ بعضی مشکلی ها هست حل میکنیم بخیر است بی تو؟ در انگشتت چیست؟ انگشترین اکا من خانه دار می شوم حال فرصت نیفتم که به تو بگویم اکا یعنی انا حاضر دیدی با که خانه دار می شویم؟ با سمی سمی؟ دانستن لازم کی است؟ بی تو نمی شود اکا جون نمی شود گفتم
акай унал калтакелас зинда аст? زنده است سمی زنده است وای بشرف یک سال باز شناسنامه دیگر کس گشته است ولی او را دستگیر خواهم کرد او را به حبس خواهم کشید تو بازدید ака калтакела зинда бошад хоҳарашро ба ту медиҳад? намедиҳад. нақс лабай мегӯям зиқ шудам. ака сами одами бад нест. вақтҳои охир ҳамеша наздам буд, дастгириам мекард. битул خودت را بیهوده خسته نکن. نمیشود با او خانه‌دار نمیشوی. اما حکم من قبول کردم. چخیل نمیگویم. یک سال است که بچه همین لحظه رو انتظار بود. قبول کردم. چخیل نمیگویم. نمیشود بتول. یگان بهانه یا رد کن خودش تمام میشود. نمیشود میگویم. با سمی خانه‌دار نمیشوی. این مسئله بسته شد. سردار فهمیدم که چگونه اوضاع شده است. احمد شمشک گفتنی شناسنامه رسمی داشته است. احمد شمشک گفتی؟ احمد شمشک بله سردار. پلیس‌ها به خاطر شناسنامه حقیقی اش را آزاد کردند. با شناسنامه دیگر کس میگشته است. کالتاکیلاس با همه بازی دارد. خواهد میمورد، خواهد زنده میشود، خواهد خودش، خواهد دیگر کس میشود. حتی مرگ در خدمت اوست. مکانش رو پیدا کردید؟ جستجو داره. او را حتما میابیم. زودتر. اطاعت. خیر بیتون. من میروم. مایلش اکا. فردا باز میایم. مایلش. تا بازدید اکا جان. یعنی همینجا زندگی میکرده ای بشرف. تو رو نیست میکنم. اول جواب ده این کارو گیرم همش رو اثبات میکنم. انشالله که در خانه کسی نیست. باز از پسی این خزنده سرمان در بلا نماند. کلاس بگو هم شپاتی خور هم از او پینهان شو. این چه کار است؟ عیب شود هم منیخ کار را. او بیشرف از کسی اجازه نگرفته به هر کجا که خویی دستانت رو جنبانده میروی. اما برای در اومدن به خانه تو
اجازتنامه شخصی لازم است. با این سرگردان شدن نمیگردم. رفته از آنجا تاکسی میگیرم. به خدا که از تو میترسم برادرم. چخیل تو رو آزاد کردن نمیفهمم. اینقدر آدم چخیل نفهمید تو احمد شمشک نیستی؟ هیچ کس باور نمیکنه. احمد شمشک هستم. با دقت باش اکنون. بخشش توغری، تو احمد شمشک هستی. در ساحل میلیس را آغوش گرفتگی کی بود؟ چی میگویی تو؟ دیدم حادثه ساحل را و میلیس نزدیک شده صحبت‌های گرم کردید. چرا آغوش گرفتن خواستی او را؟ مرا بین، یا اینکه به زهرا خیانت کردی؟ شوکت، چیزی را که نمیدونی نگوی. خیلی فهمیم. نقل میکنم. کن نقل کن. بی شرف، شب باتی که مرا زدی جوابش رو خواهی داد. افتش رو بین، افت خونکت در گور. بی شرف، تو مگر این خیل ماشین ها رو سوار میشدی؟ آه برادرم، به خاطر که حافظت میرفت و میامد هم مرا آمیخته کردی. مرا نمیشناختی ها؟ نپرس. از پشت این حافظه به سرم چی چیزهایی که نامد. خدا نگه دارد. شرم نکردی زیایی مرا آغوش گرفتی؟ اینش از کجا برآمد باز؟ احمد مرا دوست می‌دارد. بیچاره میلیس جو، زیا به خاطر قصد گرفتن از من تو را استفاده برده است. حالا هم نمیفهمی؟ پروای تو را هم ندارد میلیس جو. اما احمد این خیل نمیگوید. در خانه او تنها یک جای وقت میگذراندیم. عشق ورزی میکردیم. زهرا خاموش باش. البته دوامش رو گفته نمیشود. به تو میگویم خاموش باش. این خیل چیزها را نقل نمیکنند. با من نگاه کن. از این روز اعتباراً از زیاد دور میشوی. مرا فهمیدی؟ بس اصلا تو از احمد دور میشوی. تو میگویم از زیاد دور میشوی. فهمیدی؟ اگر یک باری دیگر احمد را تعقیب کنیم میکشم تو رو. من تو رو میکشم. سرده مرا. میکشم رو. من تو رو میکشم. زیاد را از خاطرت میبراری. احمد را از خاطرت میبراری. مادر رهایم کن. بس از زهرا. برادرم گوش کن. این مسئله سخرات رو چیکار میکنیم؟ به شرف را یگان کار نمیکنیم. خواهرت رو دوزید، زهرا رو دوزید، تو رو در انبار محکم کرد، تو رو ترک کن. برادر ما باید یگان کاری کنیم. پروا نکن شوکت. من برای او یک نقشه خوب فکر کردم، اما همه چیز وقت دارد. فهمم. برای او یک نقشه کشیدم که زاری و تولا میکند که مرا کشید، ولی حاضر نیم. حالا خودم را آشکار کرده نمیتوانم. وقتش رسد در شهر همه میفهمد چه خیلی که نباشد. تکنولوژی را بین یک مورچه را در میکروسکوپ میمونی کلانشون میتر رنگ گو میتوهی. دین که چی شد؟ سردارم اون چیزایی که از درون قبرستان گرفتیم انالیزاش حاضر میبرویم. گوش که کونه. اما احمد شمشکی که کرتکلز گفته برده در شوباچه محکم کردیم که تشخیصش نداریم. این را من حل کردم. چه؟
бародар, бахшиш ки доим чизҳои бадро ба хотират меорам, аммо масъалаи унал чӣ? Доим аз паси ту аст, раҳоят намекунад. эй Шавкат, медонӣ чӣ? бисёр савол додӣ ва бисёри бад гап задӣ. Чӣ кор мекунем ака? парво накун, ин корро ҳал кардам. Чӣ хел ҳал кардӣ? ҳолу ташхисҳо аст. Инро чӣ хел мекунӣ? یا بسم الله تمام بطلان برای استخونچا رو پیدا کردن دعوت کردن از همین دین کم میگیرن خب مراجعین پنات بخرن девона, ту чӣ хел одам ҳастӣ бародар? Аз ту тарсидан дар кор. ҳозир ташхисҳое ки аз қабристон мебароянд бо ташхисҳои ту якхела барояд, ба худо унал девона мешавад, мемра. бигузор, барои ӯ кам аст. мурдамо ҳоло ҳам ин одам аз паси ман асте? бисёр хуб бародарам. ту дар дохили шиша чӣ гузоштӣ? Шавкат, як чиз гузоштам. аз поям як пора гӯшт бурида мондам. чӣ кор мекардам? бародари бечорааме. ба фикрам ки чӣ қадар дард кашидӣ. хайр, ман бояд равам. бо куҷо меравӣ? бояд зуҳроҷонро бинам. Шавкат, бародар, девона шудӣ магар? худат медонӣ ки бобои Акрам дар хонааш 1001 намуд силоҳ дорад. бо напаромад. мемрӣ иқа заҳматот бефоида. чизе намешавад, парво накун. хайр, то боздид. хона дуҳуҷра гап на? ина Шавкатҷон, масъалаи хонаат ҳам ҳал. чорчашма, дар куҷо мегардӣ? нагуфта будам ки аз ин ҷо дур нашав. ай ба номи худо як пӯлачони шудам омадам. худат медонӣ ки телефони селен чанд рӯзаги дастнор аст ки пеши ӯ бурам. тарафи ман хеле нигоҳ накун. ман корман 100% иҷро мекунам. сардорам ягон чиза мефаҳмед? кумода бифаҳмонед. левет хомӯш. калтакелас медонад ки мо инҷо ташхис гузаронда истодаем. не ба фикри ту омада ташхисҳоро иваз накардааст? мегӯ иваз кардааст? ту хоб ҳастӣ. астағфируллоҳ. аммо левент, бо калтакелас бозии калоне кардам. чӣ хел? пеш аз инҷо омадан қабристон рафтам, ташхисҳои нав гирифтам ва аз хонаи калтакелас дандоншӯяк гирифтам. чӣ хел? нигоҳ кун, ин ташхисҳое ки дар дастам аст бо ташхисҳое ки пештар оварда будем якхела намебароянд. аммо аз калтакелас ташхисҳое ки пештар дар дасти мо буд бо ин дандоншӯяк якхела мебарояд. аниқ мекунем. левент, ту мебинӣ. ҳозир рафта лабарантро ҷиқзан. тамом сардорам. ба вай гӯям ки тез биёд ё ки таъҷилан инҷо биёяд. левент, гап нест сардорам.
زیا زهرا به اینجا چی خیلی در اومدی؟ فراموش کردم تو کالتا گیلاس هستی همین خیلی نه؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ چی کار دارم من؟ برای دیدن دوست داشتم اومدم. همین خیلی؟ این خیلی باشد خطا کردی اینجا اتاق میلیس نیست. چی ها میگویی تو زهرا؟ از برای خدا خاطرم را از دست دادم. میلیس مرا استفاده برد همش همین خیلی؟ این کار نمیکنی که از میلیس خوشت آمده؟ زهرا تو میدانی بعدی آن حادثه 1 سال در کامم بودم، خاطره نداشتم. میلیس رو دیدم، برای همین تو رو نشناختم. نمیفهمی مگر حالا خاطرت رو گم کرده میلیس رو پیدا کردی. فو دختر باز. چی میگوی تو جانم؟ کدام میلیسه؟ بابایت مرا پران قریب بود که مرده بودم. این رو نمیفهمی؟ ساخ و سلامت روبرویت برآمدم، به جای آنی که خرسند شوی باز به من نغمه کرده ایستاده ای. این خیلی نکن زهرا. کاشکی همون جایی که تو رو با میلیس دیدم بابایم هر دویتان رو میکشت. رو از اینجا. چی؟ رو از اینجا رفت تو رو چشمی دیدن ندارم. یاری دیه زهرا تو چی ها میگویی؟ یاری دیه خدا. رفته باشد. رفت. خدای توبه، به این دختر چی شده باشد؟ خیر تو بازدی؟ تو بازدی و خیر است؟ یگانجا سر و سمه ای؟ کار دارم. چی کار؟ گفتم که کار دارم. با تو چی یا خدایا؟ مسخره باز. ای مردم، با یگان کافه رفته صحبت کنیم، وقت ما رو خوش کنیم. یک جا نوک شده است، بسیار خوب است میگویند. به خدا فکری خوب، من گرسنه شده بودم. سینا تو هم با مو میایی؟ میایم. رفتیم. خفچی دختر خوب است. نتیجهش کی میبراید؟ همین بگاه میبراید. سردارم فقط خیمیکت نفس کش دستیم. بیا بیرون بریم هوای تازه بگیریم. لوین خود رفت چیزی میخوای گیر. بخشش پسرم، تو این نتیجه رو نگیرم به هیچ کجا نمیروم. نتیجه که برآمد وای کالتاکی رسی بیشرف رو از خونش گرفته به محبس میبرم. در پیش همین دختر طرف ما چی داد میزنی؟ اقرم شو. بیاق احمد. لبای میلیس. احمد من به نزد تو اومدم. در خانه تو میستم. دیگر با اون خونه نمیروم. سفسطه نکن میلیس. تو رو نگفته بودم که دیگر وان نمیخوریم. خیر اکنون سپارش میدیم. پیش خدمت هایت سپارش میدیم البته. کجا شده؟ رو فراد میکنم. در اینجا اگه پیش خدمت هست. منیو رو بیاره. تو چی می‌نوشی؟ من شربت میخواهم. خوش آمدید. صبحان خوش آمدید. مرحمت بفرمایید. با خدا ما نفهمیدیم تو اینجا کار میکنی. میدونستیم پیشتر میومدیم. تو میدونستی و دیده دونسته ما رو با اینجا آوردی. همین خیلی البته. خیر چی فرموش میدید؟ احمد. چی میگویی؟ احمد چرا با من این خیلی رفتار میکنی؟ مثل بیگانه ها وعده هایت رو فراموش کردی مگر؟ دائم در پهلوی هم بودیم.
доим дӯстам медоштӣ. میلیس در این دنیا تنهایم. کسی ندارم. نه گذشته و نه آینده ای دارم. کی بودنم رو من نمیدانم. نزدی تو باشم دلم با هیجان میلرزد. نمیدانم چرا، اما در نزدی تو نمیترسم. میلیس، احمد، مرا با تو بودن همیشه خوشم میآید. با تو یک جای راه رفتن، خندیدن و دیگر چیزها زیباست. همینش را فهمیدم که من بی تو بودن نمیتوانم. میلیس، من تو را دوست می‌دارم. میلیس، مرا استفاده می‌بردی. نمی‌دانستم، فهمم؟ من تو رو استفاده نبردم. کاری که در نقشه داشتم به انجام نرسانده به تو عاشق شدم احمد. میلیس، بیهوده گپ نزن. من زهرا را دوست می‌دارم. تمام. این کار نمی‌شود، فهمم؟ احمد یک لحظه مرا گوش کن. احمد مرا گوش کن. التماس مرا گوش کن. احمد مرا گوش کن. احمد لطفاً. احمد، جای خالیه که در دل داشتی با دوست داشتنی من پر میشد کو. مرا هرگز تنها نمیگذاشتی کو. فراموش کردی. دلت در نزد من میلرزید کو. غیر از ایش که من پروای چیزی دیگر نداشتی کو. دروغ بود احمد. دروغ بود مگر؟ دروغ نبود. احمد، التماس درو کشو. مرا در بیرون تنها نگذار احمد. احمد، تو نباشی برای من زندگی معنی ندارد. احمد، من اینها رو گیرم. تشکری زیاد برادر رحمان. کورا بینا قهوه بی سرپوش می شود مگر؟ سرپوش دارد کو نمیبینی؟ به همه چیز جوابی تیار دارد. کنی سرپوش من نمیبینم. این رو عوض کرده بیار. جنید، با هم صفت مثل آدم گپ زنی نمی شود مگر؟ اینقدر بچه بدرفتار بوده یه؟ از حد گذراندی بچه. یا خدایا، مشتری همه وقت حق است. زود باش برادر. تمام، جناب درست میگوید. در حالی باز میکنم. تو رو میکشم. نکش. این دختر رو ببین. از پشت تو شده زهرا نگاه هم نمی کند. یک جای زندگی کنیم میگوید. بابا دنیا را بینم. خدمت ما نمی اومده باشد. پیش خدمت خدا که من کجا شد؟ همه خورده ایستاده است. من گرسنه شینم اینجا. تو رو نگاه کرده شینم. اگر نتوانیم پیش خدمت دیگر رو جغ زنیم. اوف، بس از اکنون من دیگر طاقت نمیکنم. مالکا لازم نیست. بشین. مگر تو نمیبینی او با تو چه خیلی گپ میزند؟
هیچ گم نه. دوستان عزیز، همه این را میداند که مشتری همه وقت حق است. نادرست میگویم سبحان. زود خدا که مرا گرفته بیار. خوب شد از جناب. حاضر میارم. تو چرا این خیل میکنی؟ وای مردک اینجا کار میکنند. اکا کار دیگر است و رفیق دیگر. از گرسنگی مردیم. کارش رو کند. 2 دقیقه انسان شو. 2 دقیقه. یا خدای من. مادامی که تو زهرا رو دوست می‌داری من زیادتی هم در این دنیا. بیهوده گم نزن. من زهرا را دوست می‌دارم. تمام. در این دنیایی که تو مرا دوست نداری احمد، زندگی کردن برای معنی ندارد. اگر تو در حیاتم نباشی من هم در این دنیا نیستم. تمام؟ کسی شیرینی یا یگان چیز دیگر میخواد؟ پیش خدمت. چیکار میکنی ها؟ صورت حساب را میپرسم. از ما چند پول شد؟ آدم برای پرسی نمیشود مگر؟ چی شد از خدایا؟ مرحمت. من گیرم اینا. من پرداخت. نه جانم. این خیلی نمیشود. چندان سومی زیاد نخورده ایم کو. شد. انا این خیلی گذارم این را. تو بعدا میگیریم. مرحمت بگیر جورا. اینش باشد صدقه برای تو. در روزهای خوب استفاده میبری. بچه ها چی کار میکنه؟ صدقه دادم. یگان کاری خطا نکردم کو. سبحان. تمام. بچه ها یگان مشکلی نیست. همش خوب است. مشکلی نیست. چی مشکل میشود؟ ما از این کافیتان بسیار خوشحال هستیم. این رفیق باشد سلامت باشد. بسیار با ما رفتار خوب کرد. میخواد بسیار ناز. انتظاریم. خسته نباشی. همراهی تو دیگر به هیچ کجا نمیرم. فهمیدی؟ التماس بیا با من. خسته نباشی برادر. سبحان برادر ببخش برای کار. خسته نباشی. سبحان من در حقیقت نمیدانستم که تو در اینجا کار میکنی. یعنی مالکا در حقیقت چیزی نیست. در مکتب میبینیم. وای تو بازدید سنم.
албатта медонам. ҷунайд вай меҳнати ҳалол мекунад, ту чаро дахолат мекунӣ ба ӯ? ман коре надорам ба кораш, эҳтиёҷ ба пул дорад, ба ӯ садақа додам ки рафта китоб харад, чаро қараш мекунад? кан инҷо биё. чӣ шуд, пушаймон шудим агар? биё садақатро диҳам. не пушаймон нашудаму, вале каме туро пушаймон мекунам. мактабро сӯзонда ба болои ман партофтӣ боз инҷо омада масхарабозӣ мекунӣ? чаро масхара мекардам? мудоме ки бо пули мо хонда истодаӣ, хатоҳоямро нодида мегирӣ, ҳамин хел не? субҳон ту чӣ кор кардӣ? ҷунайд, бистед бачаҳо, ин корро накунед. гӯш кун, 100 бор ба ту гуфтам ба ман кордор нашав, вагарна ҳолатро бад мекунам. ҷунайд инҷо биё. ором бошед. Не. девона. субҳон тамом. онҷо чӣ гап аст? чӣ гап шуда бошад? ав духтари амаки устод аҳмад нест магар? духтар худашро мепартояд. апай мелис, ин духтар ки аст? малика, зуд занг зан, ба устод аҳмад занг зан. лаббай. устод, ман малика. духтари амакатон худкушӣ мекунад, зуд биёед. ки духтари амак? устод, зудтар биёед. дар куҷо ҳастед? хуб ҳозир меоям. мелис ин хел накун, худо лаънат кунад. эй зуҳроҷон, хариду фурӯш одамро ором мекунад мегӯянд ку ин хел нест. ман то ҳол асабӣ ҳастам. ман ҳам ором нашудам сиди. ки чорчашма? ҳа левент, чӣ хел рӯят шуда боз ба ман занг мезанӣ? ту ба номзадият наомадӣ? берӯ. инҳо ҳамаашон берӯ ҳастанд, ҳамаашон. аз ман бошад ба утоқам омад. чӣ? ба утоқат омад? бале, оҳиста оҳиста ба утоқам даромад. зӯҳро, маро бабахшед, ҳиҷобдаро дӯст медорам. аммо ман чӣ кор кардам? чӣ кор кардӣ? ба рӯяш туф кардам. хуб кардӣ. инро вақти мелисро оғӯш гирифт бояд фикр мекард. хотираашро гум кардааст. мелис аз ин истифода бурдааст. хотирашро гум кардааст? ҳамин хел аст дугонаҷон. набошад вай духтари бешакро чӣ кор мекунад? маро девонавор дӯст медорад. зӯҳроҷон, ин хел бошад ту беҳуда ӯро азият мекунӣ. гуноҳе надоштааст ку? иншолло левен ҳам хотирашро аз даст медиҳад, вагарна ӯро ҳаргиз намебахшам, ҳаргиз. чӣ хел гуноҳ надоштааст селина? ман ӯро ба осонӣ намебахшам. азоби ду дуньёро барояш медиҳам. мисли номаш ӯро ғам медиҳам. калтакилас. рафтем. ё худоё, илтимос накун ин корро мелис, хоҳиш мекунам, ба ин кор даст назан. апай мелис, илтимос нафармоед. апай خودش رو میکشد استاد. ملیس نکن. ملیس اینجا پولی پولیس است. تمام آرام شو. مایلش استاد. اپای ملیس صبر کنید. اپای ملیس. استاد احمد اومد. استاد احمد اومد. او رو نجات میدهد. بخیر میشود. باز او رو نجات میدهد.
آرام باش، خودت را به دستگیر. پایان فرا صحبت میکنیم. چیزی نداریم که صحبت کنیم. میلیس فراموشم کن، نگفتی من حاضر میمیرم. همه چیز را فراموش خواهم کرد. میلیس تمام. به نزد زهرایت رو. تمام. از من دور باش. چرا در نزد او نیستی؟ او را بسیار یاد کرده بودی کو ها؟ التماس میلیس، یگان کاری بی‌عقلانه نکن. التماس. اکنون در فکری من زدی ها؟ از آدمانی که نکن نپرت و خودت را میگویند تو چی فرق داری؟ میلیس من تو رو دوست داشتم. عشق چی بوده است در تو دیدم. در قلبی من تنها تو هستی. اگر در قلبی تو برای من جایی نباشد، برایم این زندگی معنایی ندارد. بی‌عقلی نکن. حاضر، اگر مرا دوست داری مرا نجات میدهی، اگر دوست نداری رهایم کن. روم. اینجا چی است؟ آفرین استاد. دیگر این کار نکن میلیس. احمد دیگر مرا تنها نگذاری التماس. تمام. انا عشق انا همین است. استاد احمد ما رو فریب داده است. دختری اما گفته دختر رو از آن خود کرده است. ای سبحان، میبینی که چقدر زیبا یکدیگر رو با او خوش گرفتن؟ بله. زهرا جان با خود بیا لطفا. میدانید برای عشق آدمان میمیرند. چی نگاه داری؟ آه داملازیا آه. تشکر. سردارم چی شد؟ جواب تشخیص چیست؟ کلتکیلس از خیر نه؟ رفته دستگیرش کنم؟ با این باور نمیکنم، اما تشخیص های کلتکیلس و احمد شمشک یک خیلی بر آمدن. چی خیلی یک بر آمده است؟ این چی خیلی می شود سردارم؟ کلتکیلس و احمد شمشک برادر دکانی کند.